در کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی تفاوت طرز فکر افراد ثروتمند و فقیر بررسی می شود. نویسنده از دو پدر، یکی پولدار و دیگری بی پول، یاد می گیرد که افراد فقیر و طبقه متوسط برای پول کار می کنند. اما ثروتمندان یاد می گیرند که پول را برای خودشان کار بیاندازند. کتاب بر اهمیت سواد مالی، سرمایه گذاری و شناخت تفاوت بین دارایی یعنی چیزی که پول می سازد و بدهی یعنی چیزی که پول می برد تاکید دارد. کیوساکی توصیه می کند به جای اتکا به شغل ثابت دارایی هایی مانند املاک، سهام و کسب و کار ایجاد کنیم. همچنین ریسک پذیری و یادگیری مستمر را از اصول کلیدی موفقیت مالی می داند.